با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. موضوع کلیپ امروز ما طلسم تسخیر قلب معشوق و قفل 99 ساله برای ازدواج. دوستان عزیز، این طلسم ماندگاریش 99 ساله هست و غیر قابل باطل شدن می باشد و اگر کسی این طلسم رو انجام بده، این طلسم نیاز به حداقل 12 تا موکل داره که بتونه این طلسم رو انجام بده. اگر موکل نداشته باشه، این طلسم رو میتونه به یه دعانویسی بده که از اون دعانویس مطمئن باشه که موکل دار باشه، و اگر موکل نداشته باشه اون دعانویس، سنگینی این طلسم سنگینی خیلی سنگینی تو زندگی این طرف میفته، یعنی شما. پس این طلسم نیاز به حداقل 12 تا موکل یهودی داره. این طلسم غیر قابل باطل شدنه و تو هیچ سرکتابی مشخص نمیشه و کسی نمیتونه این طلسم رو باطل کنه مگر اون دعانویسی که موکلین برای این طلسم استخدام کرده این طلسم رو میتونه باطل کنه. چرا؟ چون این طلسم رمزگذاری میشه. اونی که موکل دار هست از طریق موکلش طلسم رو رمزگذاری میکنه و میتونه اون طلسم رو باطل کنه. دوستان شروع میکنم، شما توجه کنید. جهت ارتباط فقط و فقط با این دوتا شماره میتونید از طریق واتساپ با من در ارتباط باشید. 0902 288 63 67 0933 552 91 19. از طریق واتساپ. ساعت پاسخگویی بین 10 تا 12 شبه. اگر تماس گرفتید جوابتون ندادم بدون که مشغولم، پیامتو بذار. موقعی که سرم خلوت شد حتما 100% جواب شما رو میدم. دوستان، طلسم هایی که من منتشر میکنم، دوستان عزیز، این طلسم ها طلسم همراه نداره. خیلی از دوستان و مشتری ها سوال میکنن، میگن این طلسم همراه داره یا نه. دوستان عزیز، طلسم همراه نداره. کلا طلسم یهودی طلسم همراه نداره.
دوستان این تلسم رو من کامل منتشر میکنم، کسی دیگه پیام نده، پیام الکی بده وقتی دیگران رو بگیره میگه این تلسم رو کامل نذاشتی یا تلسم رو کامل بفرست. من تلسم رو کامل میذارم دوستان عزیز. فقط تلسم هایی که بین دو نفر جدایی میندازه یا تلسم نابودی یا تلسم قطع رزق و امثال این تلسم ها من کامل منتشر نمی کنم دوستان عزیز، چون میدونم کسانی هستن موکلدار هستن تلسم ندارن و میخوان مثلا طرف رو نابود کنن یا میخوان بین دو نفر جدایی بندازن. من عمدن این تلسم ها رو کامل نمیذارم، ولی تلسم هایی که مثل ازدواج، محبت و تلسم زبانبند، رام کردن، مطیع کردن، بیقراری در حد جنون و تلسم رزق، تلسم ثروت، تلسم برنده شدن و تلسم استخدام و بقیه تلسم ها، این تلسم ها رو کامل منتشر میکنم. کسانی که موکل دار هستن میتونن این تلسم ها رو انجام بدن، هیچ مشکلی ندارن. کسی که موکل داره نیاز به تلسم نداره، این تلسم رو میده به شخصی که موکل دار باشه این تلسم رو براشون انجام بده. وگرنه کسانی که موکل دار هستن اصلا نیازی به همچین تلسم هایی ندارن. بعضیا تماس میگیرن میگن ما موکل دار هستیم ولی فلان تلسم رو برامون کامل بفرست. اول اینکه من کامل به شخصی که نمیشناسم غیر از شاگرده، کسی که نمیشناسم کامل تلسم ها رو بهش نمیدم، تلسم هایی که مثلا جدایی و غیره، این تلسم ها رو کامل بهش نمیدم که زندگی دیگران رو خراب کنه. برای کسی تلسم جدایی میزنم یا تلسم مثلا به فرض مثال قطع رزق یا غیره، این تلسم رو انجام میدم که مستحقش باشه از طریق موکلین و از طریق سرکتاب. من چک میکنم اگر مستحقش بود انجام میدم، مستحقش نبود، حقش نبود انجام نمیدم. نوبش، همیاش، کمکموش، هطلموش، فایوش، جرجیس، قلوش، قلیوش، خرواش، قروش. دوستان عزیز نمیخوام کلیپم طولانی تر بشه، خلاصش میکنم. توکلوا یا خدام، هذه الطلسم العظيم به قفل وتسخير وجلب عقل وقلب فلان بن فلانة إلى فلانة بنت فلانة عاجلا الوها العجل الساعة
جیماش 422 19 751 98. دوستان عزیز، طلسم کامله. بازم هشدار میدم کسانی که موکل ندارن نمیتونن این طلسم رو بنویسن. فقط و فقط کسانی که موکل دار هستن این طلسم رو ندارن میتونید این طلسم رو به اون کسانی که موکل دار هستن برسونید و این طلسم رو براتون انجام بده. و کسانی که موکل دار هستن لطفاً این طلسم رو به صورت صحیح انجام بدن. دوستان عزیز، تا کلیپ های بعدی، خدا نگهدار.